و من اونمو مرغ ولگرد کوچه گشت اونمو رو بیارونه خیلی بد است نه در گپ یک دیگه میپرند بسیار به نظر می کارشان بد است. شروع کنیم بسم الله گفته. چرا تو منتظر هستین؟ ایام است از پانی پوری. شکریه خانم باز خدا شریک میکنه. ما حق میخوایم، حق ما را میخوایم. این بخش ما میخوایم یک سوال مهم از این سه مهمان ویژه بپرسم. نکو باده باز که من گپ بزنم. سلام هموطنای گلم، انشالله که جور صحت سلامت باشین به دور از سختی های روزگار. شما را خوش آمدید میگم به یکی از ولاگ های ناب و خاص ویژه. شاید ببینی همیشه میگن ولاگ خاص و ناب ویژه، اما ایره به خاطر گفتم چون امروز ما میخوایم که مسلم، طیب و شکریه را ببرم یک جای خاص، یک جای متفاوت. و ای که مریم جان چرا نمی باشه همراه ما، ایران میگیم در جریان برنامه. و این جای خاص ویژه جایی است که دیگه خودم رفتیم یک دفعه با دوست های پاکستانی ما و این دفعه میخوایم که ما چی میگن اینا را یک مهمانی بدم اونجا، به خاطر که من خودم که زیاد علاقمند بیریانیستم، بسیار زیاد. امروز هم میخوایم بریم به یک جایی که بیریانی مشهور داره، بسیار زیاد مشهور است و شاید این باز در ادامه امو از پشت جایی که میریم هم ولاگ می داشته باشیم. ببینین جای شتای قدیمی است چون اینجا همگی میرن. همون دفعه که مرا دوست مسلم حال چی میگن میکروفون نداره که شهادت میداد برشان آمده بودم قصه کرده بودم که اونجا رفته بودیم من قدر بیریانی مزه‌دار. جایش قدر خوبش نیست چون بسیار قدیمی است اما بیریانیش بسیار زیاد مشهور است دیگه. امروز میخوایم بریم اونجا. پیش از پیش اینا را گفتم خب آب نوش جان کنیم که بیریانی همون تو تند و تیز است دیگه. خب سلامای شکریه را می داشته باشیم اما تو دیگه کم کم طیب در حال طیب در حال آماده کردن چادر خود است و شکریه خاتون هم امینجا در حال موبایل سرچ کردن است که مچم چی کارا میکنه و کورس های آنلاین تعقیب میکنه. شکریه جان دیگه فعلا هم امروز گفت که من از درس هم میمانم، درس آنلاین دارم. گفتم بیا بریم خیر است، قدر وقت زیاد نمیگیره. دوباره میایم شاید در جریان صنف باشی که دوباره بیایم دیگه. شکریه هم سلامش می داشته باشیم. ولی شکریه جور شده بخیر. نه هنوز جور نشدیم دیگه، هنوز مکمل جور نشدیم دوستا. خب سلام صد سلام تقدیم تک تک هم باشین. یا بانم دستم مانده میشه. سلام صد سلام تقدیم تک تک هموطنای عزیز. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. طیبتی اونجا اینجا بشین و مریض هستین زیاد گپ نمیزنم. سلام دوستای عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. مومنه امروز کل عرصه ما چادر سفید پوشیدیم. من تو مسلمه مش فکر نبود که شما هم چادر سفید پوشیدین دیگه. حالا که میبینم مسلمه مومنه حالا میبینم خودم پوشیدیم. من اینا رو ندیده بودم دوستا که یا قبل از ما تیار شده بودن ولی من ندیده بودمشان. من در اتاق دیگه بودم. مومنه گفت بخ تیار شیم میریم بیرون. گفتم خب سایسته، گفتم خیر شما برین تیار شین ما میایم دیگه. باز ما کم کار داشتم حالا میبینم که اینام چادرای سفید پوشن. خیر از دیگه امروز خیر است که نیست. مسلم بیا خیر ما چیره میگیریم اگه گفتم این درست که تو نموده ولا که ماسی باید در هر جای متو زوم کدگی شکریه رو بیا دیگه. شکریه بیا مسلم که بریم. ما آماده هستم بریم دیگه به خیر طرفه بیرون. ما سلام علیکی نکردیم. نکردی سلام علیکی. خیر است بازمون چه سلام. ها بیا خیر. او این دروازه باز ما شاید خوبین دوستا که ما شکریه چقدر تنبل است. شکریه بخی. شکریه بخی. شکریه زود شو. شکریه بخی. شکریه زود شو. ما رفتیم. نه هزار باز قسم ما رفتیم دوستا. باز قسم میبینین اتاق ما چی میگن فرش نداره به خاطر که دوباره ما فرشویی کردیم. از دیگرها شاید یک ماه یا چند ماه بعد فرشویی نکنن، از ما فکر کنم 10 هفته ما اشتکای خورترک داریم دوستا. سعی کنین یک تا گک دو تا گک یک تا دیگه اینجا است و نه 3 تا گک. هوا گرم است، گرمی است. ما خودم ما گرمی میکنیم زود خود حمام میکنیم میشیم. فکر میکنم البته وسایل خانم که هستن زودتر چرک میشن. در حالی که از ما طفل خوردم نیستم. ما در اتاق ما غذا هم نمیخوریم، غذای ما هم در دالیز میخوریم ولی باز هم نمیخوریم دیگه. خب زود شو
زود شو شکریه. سکو چقدر دیر میکنه ما آماده هستیم میریم. برو میاییم. برو. سکو طیب زود شو. بیاین دیگه بیاین. برکت بگیر باز که. نه کامرا را کات نمیگیرم به دوستانش هم میتونم شکریه چقدر دیر میکنه چقدر دل ما رو میکنه. بریم. بیاین جنگ نکنین خیر است بیاین. دوستان هم میفهمیم مومنه کجا میبریم ما اصلا من قدر میفهم که بسیار گشتان ما دیگه بالاخره کجا رفتنی هستیم فکر میکنم در مرز سرخم رسیدیم. عزیزای دل فعلا رسیدیم به یکی از مشهورترین جایایی که برای ما میته یک بریانی مزدار. البته ایره مومنه گفت اولین دفعه خودش قبلا آمده و فعلا ما را آورده چون قدیمی است قسم معلوم میشه. مسلم بای بیاین خوش آمدین با قدیمی ترین جای. یعنی تو همیشه ما را آوردی بالاخره؟ میفهمی چیز بریانی همینجا را زیاد صفت میکنن. باش که اگه دو چیز توی بگی شکریه. دوستان مومنه دیگه ما را بالاخره اینجا آورد. اینقدر رستوران های خوبش از پیش تیر شدیم آخر اینجا آمدیم. کجا جایی هم میشیم باشه اینجا بشیم. وای یا من اینجا یک قسم گشنه شدیم باز نام بریانی که گرفتیم خب بیخی دیگه گشنگیم تو چند میشه با خاطر که ما عاشق بریانی هستم. مسلم تو سلامایی تا نداده بودی فکر کنم. سلام هموطنای عزیز انشالله همگیتون جور صحتمند و سرحال باشین و هیچ وقت فریب نخورین که یک نفر میگه یک جای خوب میبرمتان گمار در رستوران تکای چی میگن بسیار لکس و گفته خود ما لشمه ببر که غذای خوبش دارم مومنه دیگه ما رو بایزاد آورده اینجا به یک جای خاص میبرمتان. این حالا بگو خاص بودن ازید چی است؟ میفهم چیست مسلم باش که ما بیخی نفسم تنگ شد. گپ از این قرار است که سایست مثلا دیگه جایا هست میاله رستورانت های خوبش هم نی ولی اینجا که از بریانیش نامدار است. دیدی بیرون نگرفتی یا نیره ویدیو چقدر اینجا بیروبار داره اجزای دل بیروبار اینا داره دیگه اون یک دو سه چهار همراه میمان 5 میمان جان بریانی میخوری یا نه؟ لایک کو اگه میخوری نه؟ بریانی بعدش میاد. میهمان ما بریانی خوش 3 دانه بخوای به خاطر که ما قدر بریانی تند خوردن نمیتونم به خاطر نه ناریجا گفته یک جای خاص بریانی بخوریم دیگه ببین چه قسم است. سایز میخورم اما اگه مریض رو میاد دلت نه دلت هیچ نه خدایا جان میخوایم باز با نام تو خودم گپ نیست. بگو که منتظر است. خیر بخوای دیگه گفتیم مسلمان آمدیم بریانی خوردن. اینه مینوهای دیگه که هست در دستت میداد دوستای عزیز. اینه مینیو کامرامن صاحب یک ذره پیش بیا اون مینیوی ما. مینوی ازی که از دم دیوالایش زدگی است دیگه. او تیراز ما در یک جای اسپیشال آوردن که مینیوهاش اینجا بند است دیگه. من در این قسمت گفتنی اما که بسیار خاص داشتم یادم رفت دوستا. خیر پسان یاد اومد بس میگم. فری سینگل چیکن بریانی. از اون قیمتی ترینش آفرین هاست قیمتیش خواست. کول درینک سلوات چی میخوای؟ سلوات بگم؟ با تو کسی چیز نمیخوای؟ نه بریانی سپایسی باشه یا نورمال؟ اسپایسی زیاده اسپایسی هم نه باشه برمتر یاره بگم نه که دیگه خیره بیا نه که قسمی رستوران وطنی است
ترموز سنگ ترموزه. تو اینا بگو چی چیز خاص داره هر چی که میکنم. دوستا اینا یاد اومد گپم گفته بودم امی یک نفر یک جای میمون رفته بوده خب بس برش من قصه دارم خاص. میمون رفته بوده با صاحب خانه گفته بگو که یک تا گوساله همون تو سرکش برات بیارم یا یک مرغ بامیه شریف یا بامیه شریف یا که فاصلیه یا که گلپی. باز گفته بود به من هیچ کدام از اینیا رو نبیار، به من اونمو مرغ ولگرد کوچه گشت اونمو رو بیار، اونمو رو کس دیگه نمیخورم من میخورم. حالا یا مرغ ولگرد داره در داخل خود. باش من بینم کاملا یک دفعه. خب اول که مامانه گفت من میارم تن یک رستوران بسیار خوبش اسپیشال. تصور من کاملا متفاوت بود. ایچه که آمدیم چی بگویم دیگه، راست بگویم دلم افتاد یک کم اینه که اما افتاد. تو چطور مثل؟ نه من باش اول غذایش بخوریم ببینیم چی است چی نیست بس بعد از تصمیم میگیریم. و نگفتنمونه من بریانی رو زیاد دوست دارم، مخصوصا بریانی تند. و یادش بخیر طیب یک دفعه یادت است ما از یک خاطره داریم کال سنتر. من فقط دوستا یک روز کاری رفته بودم، اولین دفعه بود در زندگیم کار کردن شروع کرده بودم. یادت است طیب ما 3 نفر نه طیبه از خود رفته بود، من مریم جان شکریه جان آمدیم، ما پسانتر پاکستان آمده بودیم ما و مریم دیگه. شکریه هم نمیرفت، تصمیم داشتیم بریم کال سنتر. باز اولین روز بود که باز من بعد از اون آمدم بسیار سردرد شده بودم. بریانی آوردن و اولین دفعه بود که ما غذای پاکستان از بیرون خورده بودیم. اینقدر بریانی هر 4 مرتون کرده بود، از یک طرف بسیار زیاد گوش نبودیم و از یک طرف بریانی را خورده بودیم. هیچ وقت فراموشم نمیشه. اینال و بو می بریانی را بخورین روی کلتان بخار پر میشه از بس که بی حد بریانیش تند است. بریانی پاکستان شاید از این فرق کنه، اینجا از این تا حالا نخوردیم دیگه. از دلفی را نگاه وقفه میگیریم باز هستیم. او بالاخره رسید. یه بس 2 ہے قرار کرده چی شده؟ از دباین شسته که وقت هایی وانیتی خود دوستایی از من بیریانی قاشق یک بار مثلا بیاین که دیگه مثل ما که نزدیک ها. اینه دیگه دوستای عزیز کوکا من قسم کوکا و برنج چی میگن وطنی نه پاکستانی مزهدار. چون برنج نه البته بریانی اینجا بسیار دیگه مزهدار است. شروع میکنیم ما یک دقیقه یک میمان ما از بریانی نمیخوره اینجا که از فقط بریانی داره. باز میمان ما رو یگان جای دیگه ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. باش بینیم شروع کنیم. بسم الله گفته. چرا تو منتظر هستین؟ منتظر چی هستین؟ چون باشه نیستم مزدار. نه نمره تو نوه نمره من پسان میتونم حالا میگم مزدار بود. این از طرف شما میخورم دوستا. ये स्पून और स्पून नहीं एक जी 4 باش که قاشقای یک بار مصرف خواستم گفته هست بیارم دیگه ما که زیاد گوش نشدیم منتظر قاشق هستم بیایم بعد شروع مزدار است مگم زیادتون نیست. طیبت تخمی زیادتون ده زیادتون نیست. هنوز گفت اسپایسیش بیارم زیاد اسپایسیش نیار با خاطر قدر زیادتون نیستم. هیچ از او قاشقای دیگه خواستم بخاطر که هرچی نباشه ما وطنی هستیم. وطنی هستیم باش که بسم الله آل مریض نشیم. خود اگر ما را بازی داد اومده یک بیانیگه من موقعت مدوار چرا بازی؟ بریانی؟ یک دفعه دیگه اسم اون نزیم که در چندش یک دفعه نه چندین بار خورده بودم. اینه گفتی تون بیار زیاد تون نورد ولی نیست نظر اون تونده که ما خورده بودیم یک تون باور کن. ما که هستم در خانه زیاد به نظر تند آماده میکنم نیموسته؟
من که آماده میکنم تون میباشم. حتی مامانک در خانه آماده میکنه او زیاد تون دستی او خطون نیستم. باش ما ببینم من تانست. شکریه بایی. شکریه. دیگه عشقا یک بار مصرف نکنیم. برو از ما باشه که میشه بشکنم. زورا بیاید سرش. خب یک وقفه نکردیم که. خب عزیزا دیگه ما بریانی را نوشجان میکنیم. باز بعد از اینکه نوشجان کردم من دوباره نظریه ما براتون میگم. فعلا یک وقفه گرد. خب عزیزای دل شما را دوباره خوش آمدید میگم با ادامه ولاگ ما و چی میگن در این بخش ما میخوایم یک سوال مهم از این سه مهمان ویژه بپرسم که آیا رضایت داشتن از آمدن به اینجا نخیر یا خیر. اول از طیبه جان 0.00%. اول از طیبه میپرسم. نه خیر رضایت نداشتم. مقدر تعریف میکردی که من شما رو جای خوبش میبرم، جای متفاوت میبرم. یک لحظه باشم این لحظه من نگفتم که من شما را جای خوبش میبرم. من متفاوت میبرم. من فکرم متفاوت شاید یک جای خوبیشتر باشه. درست است. من گفتم یک جای متفاوت میبرم. متفاوتی که یعنی اینجا که است بسیار قدامت داره. میفهمین حتی ما دوری که کار میکردیم در این طرف کال سنتر و اینا زیاد است. زیادتر هم از اینجا مثلا چی میگن بریانی آردر میدادن اینا و از دیر وقت میشه که اینجا این بریانی فروشی است و خاطر بسیار زیاد بریانیش مزه‌دار و مشهور است. نمیفهم اینا که از همین فضای شدیدن یک قسمی وضعیت شدیدن وضعیت اینجا را و بیرون با خاطر نارضایتی میکنن اما بریانیش فوق‌العاده است. اینطور است که غذاش هم قدر مهم نیست. اگر نان خشک و چای شیرین هم می بود من قبول داشتم اما محیطش پاک نبود و دلم نبود و اون خاطر ناراضی بودم و ما قدر بریانی هم نخوردم به خاطر گفتم تند است. فقط 2 قاشق خوردم و دیگه گفتم اما قسم اگر محیطش پاک بود بیشتر لذت می بردم و غذاش فرق نمیکرد که هرچی می بود. گفتم حتی اگر نان خشک و چای شیرین هم می بود قبول داشتم. خیر باشه بخشش باشه. مسلمه خاتون نظر شما چیست؟ نه خیر هیچ مزه دارم. تو اول بگو. نظر من مثبت. ایتر ببیننده ها نظر تا بگو. نظرم مثبت. یعنی چی مثبت؟ میشه ببیننده ها یعنی که بسیار زیاد خوب بود. خب مسلمه خاتون دروغ میگی. دوستا پرسانه میگه هیچ خوب نبود. حالا پیشتنه و شما دروغ میگن. من صادقانه جواب میدم. بریانیش مزه‌دار بود اما این 4 طرفش هیچ خوبش نبود. میال پکا سر و صدا غر. حال دیگه توقع دارم مسلمه که در این تو یک جای سیسی باشه. شدم. من با پاکیش هم مشکل ندارم. یک کمکی که مایع و ظرفشویی پودر مصرف میکردن همینجا را پاک میکردن بخیر چراغان میشد. قبول کنیم و دیگه دفعه باید جای با کلاس ببریم مثل خودم. عزیزای دل شما شاهد بودین امینا را ما چند دفعه در جای خوبم بودیم. عالمه را به خاطر که بریانیش نامدار است اینجا آمدم. حالا یکی سر ما تظاهرات گرفتن. ما حق ما را میخوایم. ما حق میخوایم. حق ما را میخوایم. نکنه میزایش بیاد و لق سال مایدیش میکنی سر مطاوت کشم. زیر سر بخیر. سری از پیش رستوران های لکس دیر ما که آورد این جگه که من شما را یک جای خاص میبرم. من گفتم بیاین دیگه کم خاص است. بیاین رستوران تو خاص است. نیو بسیار خوب. بریانیگه که خوب با مزه میخوردی. حال دیگه شکایتت برآمدم. سر صدا زد 1 تا پکه 2 تا پکه 3 تا پکه او 4 تا پکه. جایی 4 تا پاکت. با ما میگه که بریانیش خوب به مزه میخوردیم. ما را به دسته شکم ما را گوشت نگاه کرد که ما به این چیزی کم روزی شویم. ما این چلا را یاد داریم. خب خیر عزیزا اینجا دیگه سر صدا بیشتر است. بیخی میمانم این کامرا این طرف من نیست. هیچ فکر میکنم کامرا من نمیگیره. نیو بیچاره چوب رفته از بس این درجه چیزی این قسمت این طرف باید کامرا را که ما یک ما اینجا نپسندید. خب دوستا فعلا ما از اینجا میریم. این که به یک رستوران دیگه. نه این که کجا میریم در ادامه بیننده باشین و اون یک دقیقه اون یک جای خاص است یا تو یک جای خاص نیست یا که میبریم ما چون روحی ما را سر بستقر کردی بیا قد جبرانش کاله چون باشین هیچ صدای شما نمیگیم. دیگه جای خاص نبرم بعد از این میخوایم جای عمومی بریم مثلا. دوستا چقدر بد است نه در گپ یک دیگه میپرن بسیار به نظر میکارشان بد است.
منم. خب دوستان ما میخواستم بگیم که بعد از این میریم به یک جای دیگه شما بیننده باشین. این بیخی گپ من یادم بودن. میخواستم بگیم که کسایی که چینل سابسکرایب نکردن از امیال سابسکرایب کنن، لایک کنن و نظریات زیبای خدا بر ما در کامنت بنویسن و با ما باشین. و دوستا یادتان نره که حتما شما هم بگین از جای خاص شما رفتین یا نرفتین. کدوم جای دیگه میریم دوستان هایی باشن همراه ما. خب عزیزا من میخواستم که اونو قسمت پارک از مسلم نشان بده بیاد تاریک از معلوم نمیشه دیگه. میخواستم در او پارک بریم یک چند لحظه بشینیم و همه قسم صحبت های خود داشته باشیم با شما، اما متاسفانه که پارک بند است. فعلا هم میریم ببینیم که سرحد ما با کجا میرسه. بیا مسلم. باش که طیبه و شگری رفتم رای مهمان پانی پوری بگیرن به خاطر که مهمان یک کمکی بریانی خورد اونقدر خوش نداشت دیگه. میریم طرف اون مسلم بریم اونجا داخل. بیا مسلم بیا اینجا روشنی است. بیا مسلم چی میکنی؟ از جایای عجیب غریب ویدیو میگیری. بیا که مانده شدیم. خب دیگه مسلمه بیا تو گفتنی تا داشته باش. به نظرم گفتنی زیاد داری. یک قسم همون تو کده ششتی بیارش به من. دوستا آمدیم پارک گفتیم یک کمه تغییر و تبدیل هوا شد بخاطر از اینکه اون کمه که دیدیم نسبتا خوب بود اما متاسفانه که پارک بند بود دیگه نشد پارک بریم. از این خاطر کم ناراحت شدم. خب دوستا دیگه مومنه آورد یک جای دیگه گفت میبرم تا یک جای دیگه. اینجا خوب است باز نسبتا فضایش هم خوب است دیگه. مومنه چی بر ما میخوای باز؟ ما چیز دلم نمیشه. شما هم که نان تا نخوردین. نه مثل تای مای جنام آمدم اینجا که است شما را دیدم میرین همین طرف آمدم. به نظرم تو همراه میمان آمده بودی که راستی پانی پوری بخورم. ما میخواست پانی پوری بخورم دیگه. باز شما هم آمدین از پشت ما ولی وعده داده بودی که بر ما یک چیز دیگه میخوای. نه خیر اشتباه میکنی. هیچ وعده نداده بودم. دولاگ ما خواست دیگه. بد خیر است که اینجا این کار میکنین. نیست اون باز شاید طیبه مومنه را میگه که این چیز بر ما بخیر نخریدی. شاید کلتم بگه این مومنه چی کاره است دیگه. خانهشان که هر دقیقه میگن این بر ما نخریدی او بر ما نخریدی. مومنه ایچ کاره است. نه شوخی کردم مر کاره است. خب از ازارکاری بی رزق روزی است دوستا. مومنه کدام کار نداره. مومنه دست خیر داره بگو. دست خیره چی؟ اون ترس دوستا مومنه جان که از خزانه دار ماسته. امی خزانه داری که از در خانه ما هر دفعه در هر زمان به یک نفر میرسه. یعنی رتبه هر کس فرق میکنه. مثلا باز مومنه که ترقی کرد باز یک نفر دیگه در جایش میآید. یک چند وقت ما بودم خزانه دار. وقتایی بود که اینا مصروف بودن کار میکردن باز من خزانه دار شدم. وقتایی بود دیگه ما شب کار روزم خواب باز دیگه به او خاطر به تو مانده بود. یعنی از پیسه سودا میزدی پس گرفتم خزانه داری. عزیز دلم هیچ کسی نیست که از پیسه سودای خانه خود نزده باشه اما من نزدم واقعیتش. و گپی چی میگفتم کدام گپ میگفتم صبر. اما دلیلش که ای که مومنه جانم می نخریدی اینجا نبردیم و ای از خزانه دارم و مومنه جان است. غیر از هیچ کاری نیست دوستان. مسلمان امی خزانه دار بودن گپ کم خنیز گپ خورد خنیز. مثلا ما هر چیز کار ماشه مومنه رو میگیم که این چیز بخر یا این چیز بر ما بخر خودت دیگه. نام دیگه مومنه رئیس مومنه است. بعد از رئیس مریم رئیس مومنه است دیگه.
دیگه مؤمنه یک آیسکریم خوب برام بخوان. اینا لگم های اینی طیبه که از بسیار شور است. هرچی که میخواه پیش کمره میگه که باش منی گفته نتانم. آفرین آفرین. بله یا بعد از اون بریانی من نانم نخوردم. خب من نانم نخوردم به خاطر بریانی بسیار تند بود. من فقط 2 قاشق خوردم دیگه. بر من یک آیسکریم سایز بر از یک آیسکریم. برو خودت آیسکریم آردر بده. یکی برو آیسکریم خواهم. من قسمه که میبینم دوستا هر جایی که میایم امروز کل مینویشان دمی دیوالایشان است. مینوی دیگه ندارن که بیارن دیگه. اینجا هم آیسکریم نیست ولی بازم برو آیسکریم پرسان که یکی بر طیبه. اینا دوستا یام است. چرا فوکس نمیکنه؟ اینا یام است از پانی پوری. شکریه خانم باز خدا شریک میکنه. اینا دوستا دیگه باش که طیبه آیسکریم گفته بود بازی تو خپ چپ همونجا پت پتک میخورم که باز پسان در ویدیو بگوید که نه بر من نگرفتی ها. ما گفتم شما میخورید. نه گفتم چرا چپ چپک میخوری؟ در پیش روی کامرا صدا کردی برای ما آیسکریم میگی باز تو رو با کمک بزنم و این برم نخریدیم. اینا دیگه دیگه بیخی ناجوانی است. خب دیگه ما از اینجا هم کم کم میریم طرف خانه. با ما باشین عزیزا. خب عزیزا دیگه مومنه جان واقعا این دفعه یک جای متفاوت بودن ما و بعض وقت به نظر ما آدم بعض جای دیگر هم برای خیر است اگه از لحاظ ای که میگی همیشه یک جای خوبش نیست ولی بازم هم جای متنوع متفاوت ببینم و همچنان اینجا که بود یک جای مومنه گفت یک جای بسیار قدیمی بود و امو قدامتش هم زیاد بود و یکی ای که در بریانیش بسیار زیاد مشهور هم بود. بریانیش واقعا مزه‌دار بود. من خود 1-2 قاشق خوردم دیگرها خود زیاد خوردن دیگه. برای ما خوش گذشت واقعا. ساعت ما تیر شد رفتیم بیرون دیگه. من نمیفهم که مسلمان روزم راضی است یعنی برای ما خوب. نه دوستا ما مونده شدم به خوام گرفت از بس زیاد گشتیم. ساعت ما تیر شد. ما خود بازار چیز نخریدیم. نه راستی من خریدم یک کیسک خریدم دیگه. نشان بودم براتون نتونم نشان. نه باز میگن که نه نتونستم مزه خراب داره. نه شوخی کردم. یک چیز خوب گرفتم و راستش بازارم زیاد گشتیم. یگان دیدیم لباسای نو آمده چونی بازار رفته بودیم در منطقه‌ای که بود. بازار مشهور اسلام پندی است و خوش گذشت. در کل روز خوب بود. خوش گذشت. انشالله که دیگه دفعه بازی نمیخوریم. ما باید ما رو یک جای لوکس ببرم. دیگه ما کجا ببرم؟ ما یک دفعه بردم یادت هست دیگه اختر نمیم بریم. دیروز بود یا من ریاکار نیستم. من همیشه کار خوبی که میکنم پشت کامرا میباشه. یکی از خصوصیاتم است. اولا دومی که دیروز بود یا پریروز مثل من رستوران بردم. شکریه میگفت من ریاکار نیستم. ما یاد کرد خود دیگه طاقتم نامد دوستا. ریاکاری است یک لحاظ خوب است بگوین. چرا؟ به خاطر نه ببین دلیلش خوب است یا یک آدم یادآوری کنه. به خاطر ازی که آدم که ریاکاری کنه ریاکاری یکی نوع مفید است یکی نوع نکو باده باز که من گپ بزنم. یکی نوع مضر است یکی نوع مفیدش هستم. ای که به دیگرها بگوییم مثلا خوردن ببرین از من نوع مفیدش است. من میال به شما یک رقم مثل تبلیغ است که خواهرایتون ببرین گرچه خورده هستین گرچه پیسه ندارین دستتان تنگ است ولی بازم یگان وقت خواهرایتون چکر ببرین. من دیروز بود پریروز بود مستمر بردیم یک رستوران ویدیو را میکشم باز بردم مستمر و طیبه را دیگه تا 1 سال دیگه تمدید است. 1 سال بعد باز اگه دلم شد میبرمتان. خب از امروز به من خوش گذشت. یک کمک خسته شدم. بسیار زیاد خوابم گرفته. لایک سابسکرایب یادتان نره. الله نگهدار. الله نگهدار.